بزرگترین اشتباهی که مردم هنگام یادگیری زبان انجام میدن و احتمالاً هم یکی از تصورات غلط هستش اینه که مردم فکر میکنن اونها مجبورن زبان رو مطالعه کنن و من میگم زبان رو نخونید، زبان انگلیسی رو زندگی کنید. و الان اجازه بدید توضیح بدم منظورم چیه. معنی مطالعه کردن یا استادی کردن چیه و مردم معمولاً چجوری این کار رو انجام میدن و درک مردم از مطالعه چیه. مطالعه کردن به معنی دریافت اطلاعات راجع به چیزی به وسیله خواندن، آزمودن و یا تحقیق کردن است. ما معمولاً فکر میکنیم مطالعه کردن سخت و طاقت فرساست و چیزی که میتونیم کامل انجامش بدیم و رهاش کنیم، مثل یک امتحان. یا وقتی که شما برای مدرسه درس میخونید و فقط منتظرید تمومش کنید و فراموش کنید. وقتی مردم فکر میکنن که نیاز دارن زبان انگلیسی رو مطالعه کنن، اونها معمولا فکر میکنن نیاز دارن یک امتحان بدن یا با یک معلم کار کنن و همین کافیه و وقتی تمومش کنن اونها انگلیسی رو کامل بلدن و نیازی نیست برگردن و دوباره یاد بگیرن. و متاسفانه اونها اشتباه میکنن. منصفانه بخوایم بگیم اگه هدف شما قبول شدن توی یک امتحان هستش مثل آیلتس، خب بله شما یک امتحان میدید و بعد فراموشش میکنید و اینجاست که مشخص کردن هدفتون خیلی مهمه. آیا شما باید برای یک امتحان یا تست نیاز دارید زبان انگلیسی رو بخونید؟ آیا شما برای سرگرمی میخونید؟ آیا شما برای یادگیری جدی هستین و میخواین به انگلیسی خیلی روان صحبت کنید؟ آیا برای کارتون بهش نیاز دارید؟ آیا قصد رفتن به یک کشور انگلیسی زبان رو دارید؟ خیلی از مردم واقعا نیاز دارن که فقط امتحان آیلتس رو قبول بشن. بنابراین اونها براش مطالعه میکنن تا نمره خوبی بگیرن و بعد راحت میشن و دیگه نمیخونن. چون هدفشون همونه. شما میتونین به سطح خاصی از زبان برسید و حتی ممکنه یک لول خیلی خوبی داشته باشید. ولی بعدش چی؟ چی میشه اگه تمرین کردن و استفاده کردن از زبان رو رها کنید؟ خب مسلماً مهارت‌هاتون از بین میرن. مطمئنه شما میتونید در یادگیری وقفه ایجاد کنید. حتی 1 ماه بدون گفتن یک کلمه به انگلیسی و گوش نکردن به هیچ چیزی به انگلیسی، همچنان شما میتونید مشکلی نداشته باشید. ولی اگه این دوره بشه 1 سال، شما به احتمال زیاد باید روی یک سری از مهارت‌هاتون دوباره کار کنید، به خصوص صحبت کردن یا مهارت اسپیکینگ. و شما ممکنه برخی از کلمات رو فراموش کنید و به همین خاطر من زندگی کردن با زبان انگلیسی رو ترجیح میدم. منظورم از زندگی کردن زبان انگلیسی چیه؟ شما لازمه که خودتون رو با زبان انگلیسی احاطه کنید تا راه دیگه‌ای جز استفاده کردن ازش نداشته باشید. شما لازمه که اینقدر اونو با زندگیتون ترکیب کنید و جزئی از زندگیتون بکنید که دیگه حس یادگیری بهتون نده و بشه بخشی از زندگی روزمره‌تون، بشه بخشی از روتینتون. اینجوری شما انگلیسی رو فراموش نمی کنید. مهارت‌هاتون رو از دست نمیدید، بلکه برعکس شما هر روز ذره ذره پیشرفت میکنید. شما حتی احتمالاً متوجه پیشرفتتون هم نمیشید، چون این قراره یک چیز مستمر باشه. ولی مطمئن باشید یکی از این روزها یه نفر بهتون میگه زبان انگلیسیتون خیلی خوب شده و شما سورپرایز میشید و به خودتون فکر میکنید ولی صبر کن، این چجوری اتفاق افتاد؟ اصلا سخت نبود. و این زیبایی زندگی کردن زبان انگلیسیه. شما بهتر میشید بدون اینکه متوجه بشید. هرچند ممکنه در ابتدا سخت باشه و یه خورده تلاش و نظم نیاز داره، ولی کاملا ارزششو داره. چون شما نمیتونید از یادگیری و استفاده کردن یک زبان دست بکشید و انتظار داشته باشید همچنان همون سطحی یا لول باقی بمونید. استفاده کن وگرنه از دستش میری. مهارت‌ها نیاز دارن که ازشون نگهداری بشه. وقتی مردم میرن دانشگاه نمیتونن صبر کنن تا تحصیلاتشون تموم بشه و تموم هم میشه، ولی وقتی تموم میشه اونها معمولاً ادامه میدن به استفاده کردن از هر چی که یاد گرفتن توی شغلشون و این کمک میکنه که از مهارت‌هاشون نگهداری و اونها رو ارتقا بدن. شما هم نیاز دارید که از یک زبان نگهداری بکنید تا از دستش ندید. درست مثل بقیه مهارت‌ها مانند رانندگی کردن یا زدن یک ساز موسیقی. بعد از یک وقفه طولانی مدت شما باید روی مهارت‌هاتون دوباره کار کنید.
کاملا فراموششون نمی کنین ولی بدتر میشن. همین دلیله که مردم همش خودشون رو توی سیکل معیوب یادگیری زبان ولی هیچ وقت روان صحبت نکردن پیدا میکنن. هدف بیشتر مردم روان صحبت کردن توی زبان انگلیسیه، ولی راهی که انتخاب میکنن تا بهش برسن بیشتر اوقات اونی نیست که به اونجا میرسونتشون. منظورم از راه طرز تفکر و روشیه که مردم هنگام یادگیری یک زبان دارند. برای زندگی کردن زبان انگلیسی شما میتونید هر چیزی که میبینید و میشنوید به انگلیسی باشه. از انگلیسی برای اینستاگرام استفاده کنید، پست ها و استوری ها رو به انگلیسی بنویسید، هر چیزی که میخونید به انگلیسی باشه و با خانواده‌تون یا دوستانتون انگلیسی صحبت کنید و حتی میتونید در آموزشگاه‌های زبان کلاس بردارید و در کلاس‌های اسپیکینگ شرکت کنید یا با یک مربی روی لهجه‌تون کار بکنید. پس حتی اگه شما توی کشوری زندگی میکنید که هیچ کسی انگلیسی صحبت نمیکنه و هیچ کسی رو ندارید که باش تمرین کنید، شما همچنان میتونید زبان انگلیسی رو زندگی کنید. باور کنید با گذر زمان بهش اونقدر عادت میکنید که حتی نمیدونید قبلا چجوری بدون این زندگی میکردید و چرا اینقدر صبر کردید تا انجامش بدید. و در آخر میخوام یک چیز بسیار مهم رو بگم و اون اینه که از انگلیسی لذت ببرید، یاد بگیرید، صحبت کنید و راه خودتون رو برای لذت بردن ازش پیدا کنید. چون اگه فکر میکنید انجام دادن اینها خیلی سخته و زیاده و حس بار اضافه به شما میده، شما دوام نمیارید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید و دوباره نگاش کنید تا ملکه ذهنتون بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.